خب بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام راجع به نسل‌کشی ایرانی‌ها صحبت کنم توسط انگلیس. نسل‌کشی که نصف جمعیت ایران توش از بین میره و ما چیزی ازش نشنیدیم. خب اولین سوالی که پیش میاد اینه که چه نسل‌کشی که نصف جمعیت ایران توش از بین رفته و ما چیزی ازش نشنیدیم؟ دلیل مختلفی داره. یکیش این که تقریباً تمام رسانه‌های دنیا برای صهیونیست‌هاست و اونا بخوان از کاه کوه میسازن و از کوه کاه میسازن. نمونهش شما داری توی نسل‌کشی که داره تو غزه اتفاق میفته میبینی که چه سانسوری دارن میکنن. اونم که الان که معروفه به این که توی عصر ارتباطاتی، حالا 100 سال پیش که دیگه کاری نداره. بعد شما میبینی چه سیاست دوگانه‌ای هم دارن. الان تقریبا حدود 3 ساله که داره از جنگ روسیه میگذره با اوکراین. تو این 3 سال طبق آمار میگن بین 500 تا 1000 تا بچه اوکراینی توسط روسیه کشته شده. بعد از اون ور جنگ اسرائیل با فلسطین داره 1 سال ازش میگذره. تو این 1 سال بالای 50,000 تا غیر نظامی کشته که از این 50,000 تا بالای 20,000 تاش فقط بچه هن. خب تو 3 سال 500 تا 1000 تا بچه کشته روسیه، تو 1 سال بالای 20,000 تا بچه کشته اسرائیل. شما میبینی که روسیه رو از همه جا محروم و تحریمش کردن ولی با اسرائیل کسی کاری نداره. تو همین المپیک 2024 فرانسه هم روسیه نبود ولی اسرائیل بود. خب حالا چرا توی ایران ما چیزی ازش نمیدونیم؟ دلیلش اینه که آدمای انگلیس، من میگم انگلیس منظورم اونایی که انگلیس رو اداره میکنن یعنی صهیونیستا. آدمای انگلیس و آمریکا هنوز توی ایران هستن، مسئولیت دارن. یعنی انقلاب شد، شما فکر نکن یه دکمه زدیم همه آدمای انگلیس و آمریکا و اینا پریدن رفتن. نه آقا، تغییر شکل دادن. با ظاهر مذهبی توی لباس خودی انقلابی شروع کردن کار کردن برای دشمن و وظیفه‌شون این بود که مردم رو از انقلاب و اینا بیزار کنن. نمونهش کی؟ نمونهش اکبر پونز، اکبر گنجی معروف به اکبر پونز. اول انقلاب این پونز میکرد تو پیشونی دخترها که شما حجابت درست نی. بعدها رفت با بیوه مصاحبه میکرد میگفت من اصلا نه اسلام رو قبول دارم نه انقلاب رو قبول دارم، هیچ کدوم رو قبول ندارم. این آدم نه اون موقع اعتقاد داشته نه الان، فقط اون موقع وظیفه‌ش این بود که مردم رو بیزار کنه، مردم بیزار بشن از انقلاب و اسلام و اینا. الان هم دارن همین کارا رو میکنن. همین اتفاق همین الان هم داره میفته. نمونه دیگه بخوام بهتون بگم، نفوذیه که از انگلیس گرفتن 2-3 سال پیش اعدامش کردن، جای مهر رو پیشونی یارو بود. نفوذی معروف کشمیری الان حضرت علی رو در می آورد. 2 تا خودکار داشت، خودکار عوض می‌کرد، یه دونه واسه کار شخصی، یه دونه بیت المال. جوری اعتماد رجایی رئیس جمهور وقت مملکت رو جلب کرده بود که یه سری دارن میرن بیت رهبری دیدار امام، میرن جمعرون میرسن میخوام برن داخل، محافظه دم در میگن آقا کشمیری میخوای بری تو، ما باید کیف تو بگردیم، نمیشه همینجوری بری تو. میگه نمیشه، اسناد محرمانه نخست وزیری داخلشه، نمیشه شما توشو ببینید. در صورتی که اینا نمیخواستن اسنادو بخونن، ورق بزنن بخونن، میخواستن ببینن بمبی چیزی توش گذاشتی یا نه. خلاص کشمیری میگه نه، از اونا اصرار از کشمیری انکار. شهید رجایی رئیس جمهور بود، میاد میگه آقا این کیفه رو بدید من میبرم داخل، من ضمانت میکنم بدید من ببرم. میگن نمیشه، تو هم بخوای ببری باید داخلشو بگردیم. خلاصه کشمیری قهر میکنه، میره کیفه رو میگیره، میگه من بهم برخورد، من نمیام تو. کیفی که کشمیری میخواست بره بیت رهبری رو منفجر کنه و موفق نشد، 8 شهریور چند روز بعد میبره دفتر نخست وزیر رو منفجر میکنه و رئیس جمهور و نخست وزیر با هنر و رجایی رو و یه عده دیگر رو ترور میکنه. حالا سوالی که من دارم اینه که کشمیری تنها این کارو کرد، شما یه کیکیزی بخوای بپزید و 3 نفر درگیر میشه دیگه، بمبگذاری و اینا که جای خود دارد. بعد شما خودتو بذار جای آمریکایی‌ها، 1 نفر رو تا اینجا نفوذ دادی آوردی بالا، از این وقتی میای به عنوان یه بمبگذار استفاده میکنی چه معنی رو میده؟ میصرفید کشمیری اهم تصمیمات شورای عالی امنیت ملی رو میفرستاد سر سال واسه کی؟ واسه آمریکایی‌ها. وقتی میان از این آدم به عنوان یه بمبگذار ساده استفاده میکنن چه معنی رو میده؟ یعنی ما گنده تر از این داریم، زیاد داریم، خیالمون راحتمون قد داریم که از
یه همچین کسی که تا اینجا بردیم بالا به عنوان یه بمبگذار ساده استفاده کردیم. بعد کیا بودن که کشمیری اونجا رو منفجر کرد؟ اومدن القا کنن که کشمیری هم جزء شهدای نخست وزیریه و کشمیری مرده. واسش جنازه درست کردن، یه خانومه رو آوردن توی مراسمش گریه کرد، شعار درست کردن دشمن تو چه فکریه، ایران پر از کشمیری. اینا کیا بودن؟ اصلا میدونید چی شد که چه جوری شد فهمیدیم؟ شاید اصلا هیچ وقت نمیفهمیدیم و ما الان میرفتیم سر قبر کشمیری به عنوان شهید فاتحه هم میفرستادیم. چه جوری شد که فهمیدیم؟ آقای ببین راجع به مسئله نخست وزیری اسم زیاده. خب من یه 2-3 مورد رو اشاره میکنم، خودتون برید تو اینترنت مستند ساختم، مطلب زیاده، ببینید، پیگیر باشید، چه مطالب جالبی دستتون میاد. آقای احمد سالک، حاج آقای احمد سالک تعریف میکنه، میگه من دفترم روبرو ساختمون نخست وزیری بود. دفتر نخست وزیری که منفجر میشه از اولین نفرایم که خودمو میرسونم اونجا. میرسم همه جا دود و آتیش بود، آتش نشانی نیومده بود. از پلا که داشتم میرفتم بالا دیدم یکی داره میاد پایین. کی؟ بهزاد نووی. میگه خب من قدیم به بهزاد نووی شک داشتم، داشت میومد پایین، یقه‌شو گرفتم گفتم آقا بهزاد کجا فرار میکنی؟ میگه اینو که گفتم، گفتش که کشمیری سوخت، کشمیری سوخت. میگه من داشتم میرفتم بالا، بعد ذهنم درگیر شد به این مسئله، فکر میکردم که خب قاعدتا رئیس جمهور مملکت و نخست وزیرم اونجا بودن، دارن اونا هم میسوزن، چرا میگه کشمیری سوخت، کشمیری سوخت؟ میدونه این چی میمونه؟ اینی که هلیکوپتر رئیسی که افتاد همه منتظرن ببینن که رئیس جمهور چه اتفاقی واسش افتاده، وزیر امور خارجه چه اتفاقی واسش افتاده. یه نفر از تو جنگل بیاد بیرون که بگه محافظ، بیاد بگه محافظ رئیسی سوخت، محافظ رئیسی سوخت. بعدها کاشف به عمل بیاد محافظ رئیسی عامل سقوط بوده و الان هم از کشور فرار کرده. خب شما به اون آدمی که از جنگل اومد بیرون شک نمی‌کنی؟ بهزاد نووی همین آدمی بود که از جنگل اومد بیرون. دور از البته محافظ رئیسی، اون آدم خوبی بود، شهید شد بنده خدا. گوشم گرفت. آره کجا بودیم؟ آره چجوری شد که فهمیدن؟ آقای موسی زرگر جراح خودشون موقع نماینده مجلس بوده، میگه ما قرار شد که شهدای نخست وزیری رو بیارن مجلس، از اونجا تشریحشون کنن سمت بیت زهرا. میگه ما وایستاده بودیم منتظر بودیم، رجایی رو آوردن، با هنر رو آوردن، تابوت سوم آوردن کشمیری. تو تابوت چی بود؟ یه کیسه بود توش خاکستر ریخته بودن، گفتن اینم کشمیری. میگه من اینو که دیدم ناخودآگاه، اصلا دست خودم نبود، گفتم آقا خجالت بکش مرد حسابی، یعنی چی برید بگردید پیدا کنید یارو رو، گناه داره خاکش کنیم؟ یعنی چی یه مش خاکستر آوردی میگی این کشمیری؟ برو بگرد پیدا کن. بنده خدا فکر میکرد اینا درست نگشتن. حالا میگه نشسته بودم داشتم گریه میکردم به شدت کنار شهدا، داشتم گریه میکردم. آقای خامنه ای اون موقع رهبر نبود، نمیدونم مسئولیتشون چی بوده. میگه اومد منو کشید کنار، گفتش که خب شما که به این شدت داری گریه میکنی یه مقدار خودتون رو کنترل کنید، شما اینجوری گریه میکنی واسه مردم عادی شرایط سخت‌تر میشه و انا لله و انا الیه راجعون و از این جور صحبتا. میگه اینا رو گفتم آخه میدونید چیه، من از یه مسئله دیگه هم خیلی دارم میسوزم. یه مش خاکستر آوردم میگن این جنازه کشمیری. میگم نمیشه همچین چیزی، حداقل جمجمه‌شو بگید پیدا کن. میگه اینو که گفتم رهبر خب بچه زرنگ دوزاریش افتاد، گفت چی میگی، توضیح بده بیشتر. رو توضیح دادم، گفتم ببین جمجمه داخلش رطوبت داره، استخون سفته، به این راحتی ها تو انفجار از بین نمیره، بعدن شاید متلاشی بشه، ولی جمجمه باید سالم باشه. اونم چه انفجاری؟ انفجاری که شما میبینی رجایی و با هنر درسته که سوختن ولی چارچوب بدن سالمه، مخصوصا جمجمه شون سالمه. برید بگید جمجمه شو پیدا کنم. من بازم دوزاریم نیفتاده بود، اصلا باورم نمیشد کشمیری همچین کاری کنم. اینو که گفتم فرستاد رئیس سپاهی ها اومد با ویسیم، گفت ببین دکتر چی میگه. توضیح دادم و سپاهی تو ویسیم گفت آقا کشمیری زنده است. بعد از اینکه آقای خامنه ای پشت تریبون میگه که کشمیری زنده است و نمرده، دادستان اون موقع تهران شهید قدوسی
پرونده تشکیل میده به کمک لاجوردی، یه سری رو بازداشت میکنن، بازجویی اینا. هرچی بازجویی میکنن بیشتر به این نتیجه میرسن که آقا بهزاد نبوی همونی که اپل دادش میومد پایین گفت کشمیری سوخت، این آدم 100% نقششه، اینو باید بگیریم. حالا چی میشه که بهزاد نبوی رو نمیگیرن و این آدم بعدا مسئولیت میگیره؟ آخرین بار هم آخرین چیزی که خوندم ازش میگفت مثلا که به مسعود پزشکیان رأی بدید. چی میشه که آقا کسی با این کاری نمیکنه؟ خب من قبلش یه چیز بگم، شما وقتی بخوای با یه نفوذی، من منظورم این نیست مثلا بهزاد نبوی نفوذی ها، خدا میدونه، ما تهمت داستان نکنیم، تهمت نزنیم به کسی، خدا میدونه به شکلش میخوره که هیچ. چی میشه که هیچی نمیشه. اینو میخواستم بگم، با یه نفوذی شما بخوای برخورد کنی، خب باید اینا لایه‌های حفاظتی دارن، حمایتی دارن، باید افکار عمومی باید همراهی کنه، نمیشه ساده باشون برخورد کرد. سخته برخورد با نفوذی، باید پتشون رو بریزی رو آب، مشخص بشه طرف نفوذیه. خلاصه 8 شهریور دفتر نخست وزیری منفجر میشه. 13 شهریور هاشمی رفسنجانی تو نماز جمعه، یعنی 5 روز بعد تو نماز جمعهش میاد سر تو خطبه میگه که شنیدم تلفن‌هایی به راه افتاده و افرادی که تحقیقاً ریشه در لیبرالیسم و یا خود مجاهدین دارن سعی در تخریب چهره شاخص انقلاب این جمهوری، یعنی شخص بهزاد نبوی دارن. این ترور دوم است. هاشمی که اینو میگه، خب هاشمی هم هاشمی بود دیگه، هاشمی اینو بگه دیگه مشخصه چی دیگه. من همین الان به بابام مثلا میگم هاشمی اینجوری اونجوری، گارد داره نسبت به این مسئله دیگه. اون موقع که چی آقا روحانی که هاشمی میگه من اینو رئیس جمهورش کردم، میگه دست به داداش من بزنید اعلام جنگ میکنم. اون وقت هاشمی دیگه وقتی همچین چیزی بگه دوزاریتون بیفته دیگه، اگه کی حمایت کنه یعنی چی. هاشمی میاد اینو میگه و فردای اون روز 14 شهریور خبر میاد تو روزنامه که آقا این دادستانه بود بنده خدا پیگیر پرونده بهزاد نبوی بود، ترورش کردن، شهید شد بنده خدا، شهید میشه و پرونده رو میدن دست موسوی خوئینی ها. موسوی خوئینی ها میاد دیگه پیگیری نمیکنه، میگه بی خیال، پیگیری نمیکنن تا همین الان. خب ما چیکار کنیم که آقا نفوذی نتونه حرکتی بزنه تو مملکت؟ بهترین کاری که میشه کرد اینه که شما همه جا توی مملکتتون همه قوا شفاف باشن. یعنی اگه شفافیت باشه مشخصه کی کجا چه حرکتی زد، چه تصمیم گرفت. خود نتانیاهو هم بذاری مسئولش کنی زیاد کاری از دستش بر نمیاد. ولی تو ایران شفافیت نداریم متاسفانه. شفافیت باشه مسئله تا بخش بزرگیش حل میشه. مورد دیگه این که رفیقا دور و بریاتون رو آگاه کنید، اینم حرکت قشنگ و خوبیه. خب بریم ببینیم که چی شد. قحطی داستانش چیه؟ اطلاعاتی که میخوام بهتون بدم از کتاب قحطی بزرگ، نویسندش محمد قلی مجد، مترجمش محمد کریمیه. از اینترنت مفتی دانلود کنید، پی دی افش رو بخونید، مطالب و اسناد زیادی داره. من اون قسمتایی که میخوام تو این ویدیو بگم و نوشتم که براتون بخونم. خب سال 1914 جمعیت ایران چقدر؟ 20 میلیون نفر. چند سال بعد 1919 جمعیت ایران میرسه به چقدر؟ به 11 میلیون. ما میخوام ببینم تو این چند سال به جای اینکه جمعیت رشد پیدا کنه به حالت طبیعی چجوری نصف شده، زمین دهن باز کرده، چی شده. خب سال 1914 میلادی جنگ جهانی اول شروع میشه تا 1918. سال 1917 قحطی تو ایران درست میشه تا 1919. قبل جنگ جهانی عثمانی و روسیه و انگلیس تو ایران بودن. جنگ جهانی که میشه نیروهاشون رو بیشتر میکنن. خب اول عثمانی، نمیدونم حالا قبل جنگ یا بعد جنگ، 1914 15 نیروهاشو از ایران میکشه بیرون. 1917 روسیه انقلاب میشه، روسیه نیروهاشو از ایران میکشه بیرون. از 1917 ایران صرف تا صد میفته دست کجا؟ انگلستان. میفته دست انگلستان تا آره دیگه. بعد نکته جالب اینه که
ما هم تو جنگ جهانی اول هم دوم اعلام بی‌طرفی کردیم، تو جفتش ریختن، بردن، خوردن، کشتن، تصرف کردن، کشور رو کوچیک کردن. قدرت نظامی نداشته باشی اینجوری میشه. هیچ آدم عاقلی سر قدرت نظامیش مذاکره نمیکنه. هیچ خیانتکاری این کارو نمیکنه. چرا البته خیانتکارا از این کارو میکنن. اگر میبینید آلمان و ژاپن این روزها بهترین، هنوز محکمترین اقتصاد دنیا رو دارن، اینا بعد از جنگ جهانی دوم محروم شدن از نیروی نظامی، ممنوع شدن که نیروی نظامی داشته باشن. خب نیروهای نظامی بیشترین خرجای کشورهای در حال جنگ رو میبردن، پولهاشون آزاد شد، رفت دنبال کارهای علمی و تولیدی. اقتصاد علمی و دانش بنیان برای خودشون درست کردند، آسیب پذیر هم نیستند. این راه باز شده در ایران. مطمئنم که دوره دوم دولت آقای روحانی میتونه ما رو با اون انجام برسونه. دانمو افسر انگلیسی که اون سالا تو ایران بوده. در ایران نفت پیدا شده، بهداشت گسترش پیدا کرده است، زاد و ولد زیاد شده، مرگ و میر کم شده. از آنجا که غالب جمعیت ایرانیان مسلمان و شیعه هستند، این هرگز به نفع دولت فخیمه بریتانیای کبیر نیست، ولذا تنگه هرمز را بستیم با بحرین اون موقع واسه خودمون رو زمان پهلوی جداش کردن. با بحرین، هندوستان و آمریکا هماهنگی‌هایی صورت گرفت تا از صادر کردن غلات به ایران بپرهیزند. در این مدت غله داخل ایران 10 برابر قیمت خریداری شد و از استرداد پول نفت به ایران خودداری گشت. ببین چیکار کردن؟ اولا که غله داخل ایران رو خریدن، فرستادن کجا؟ فرستادن خارج ایران واسه نیروهاشون و جمع کردن داخل ایران واسه نیروی داخلشون. یعنی هم واسه نیروی داخلشون از غله ایران مصرف کردن، هم میفرستادن بیرون واسه نیروهایی که خارج دارن. بعد انگلیسی اینم بگم تعریف میکرد، یعنی میگه با افتخار میگه ما میخواستیم نیرو بیاریم داخل ایران، میتونستیم آذوقه‌شون رو از هند خیلی به وفور راحت با کشتی بیاریم، تامین کنیم بیاریم. این کارو نکردیم. چرا؟ چون میخواستیم ظرفیت کشتیمون کوچیک تنگتر نشه، بتونیم افراد بیشتری رو بیاریم داخل ایران. واسه همین آذوقه واسه نیروهامون نمی آوردیم، از آذوقه مردم ایران قحطی زده ایران میخوردیم. یه همچین تا ایران نفت پیدا شده اینم که گفتم. آره خلاصه آقا، غذا ایران رو جمع کردن، فرستادن بیرون، نذاشتن غذا بیاد داخل. تجارت ایران رو تخریب کردن، اکثر درآمد ایران از گمرکاتش بوده، تجارتش رو تخریب کردن. ایرانو پولای خودش رو نذاشتن به پولای خودش دسترسی پیدا کنه. پول نفت ایران رو ندادن، پول نفتی که 75% با توجه به قرارداد دارسی برای انگلیس بوده، 25% واسه ایران بوده، همون 25% همون سالا ندادن. خب ببین شما توجه کنی همین الان هم در این اتفاقا میفته. خب ما اینا رو میگیم که درس بگیریم از تاریخ دیگه. همین الان مگه تحریممون نمیکنن؟ مگه نمیگن خب ایران چی کار کنیم نتونه نفت بفروشه، اگه فروخت چی کار کنیم پولش برنگرده؟ همین الان دارن این کار رو میکنن. منتها نظامی الان قوی شدیم، نمیتونن بریزن تو مملکت زوری این کارا رو کنن، مجبورن با مذاکره و صحبت خرمون کنن. به کمک کی؟ به کمک افرادی که داخل کشور دارن با رأی من و شما. الان FATF که میگن، FATF چی؟ FATF میگه شما داری تحریم رو یه جوری دور میزنی، بیا خودت مثل بچه آدم بگو چه جوری داری دور میزنی، از چه راهی، شفافش کن، من جلو اونم بگیرم. میخواید بدونی جزئیات با FATF چیه؟ با جزئیات رافی پور یه سخنرانی داره در رابطه با FATF، گوشش کنید، چیز باحالیه. یا مثلا برجام داستانش چی؟ آقا ما 20% غنی سازی داشتیم، 20% یه سری دیگه میرفت توی چرخه میشد بالا 90%، بالا 90% اون مقدار غنی سازیه که برای ساخت سلاح هسته‌ای
نیازه. حالا من کاری ندارم ما می‌خواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم یا نه، این بازدارندگی می آورد، برای ما بازدارندگی می آورد و دشمن از این مسئله میترسید. یعنی میگفت من ببین خودم هسته‌ای ام، یه زمان اگه بخوام به ایران حمله کنم ایران توجیه پیدا میکنه که سلاح هسته‌ای بسازه. با برجام 1 9 مسئله رو، این دلنگرانی رو رفع کردن. برجام 2 و 3 هم که میگفتن 2 واسه موشکا بود، میگفتن برد موشکا رو بیارید پایین 2-3 متر کنید جلو پاتون رو بزنید. برجام 3 هم که میگفت نیروی تو منطقه‌تون رو حمایت نکنید دیگه، که چی بشه که ما راحت حمله کنیم همین بلاها رو سرتون بیاریم. ببین عین مثال بزنم جا بیفته، فرض کنید شما دشمن خونیتون که باهاتون پدر کشتگی داره روبروتون وایساده، پولاتون هم دزدیده، میگه میخوای بهت پولاتو پس بدم؟ تو هم چی داری؟ 3 تا اسلحه داری، یه تفنگ داری، یه چاقو داری، یه چوب داری. یه تفنگ تو بنداز پولاتو بهت پس بدم. تفنگ رو میندازی، پولو که پس نمیده هیچی، بیشتر ازت میدوزه. ما بعد برجام بیشتر تحریم شدیم دیگه. میگه حالا چیکار کن؟ میخوای پولاتو پس بدم، چوب و چاقو هم بنداز. برجام هم دقیقاً همچین چیزیه. مناظرا نمیدونم یادتون هست دیدید یا نه، مسعود پزشکیان میگفت آقا جلیلی برجام اگه بده تو چرا برجام میکنه؟ جلیلی میگفت مرد حسابی برجام و دولت روحانی رفته 8 سال پایبند بوده اجرا کرده، آژانس بالای 10-15 بار اومده تایید کرده. من میگم برجام، میگم بریم آمریکا رو بگیم آقا تو بیا تعهدات تو انجام ندادی. میگفت این میمونه که روحانی رفته ماشینه رو فروخته. من میگم برجام، میگم که پول ماشینه رو بگیریم ازشون، نه اینکه دوباره همون داستان قبلی بشه. ولی مسعود پزشکیان میگفت برجام منظور دیگه ای داشت. همونطور که دیدید وزیر امور خارجه‌اش عراقچی رسما گفتش برجام چارچوبیه که ما به توافق جدید برسیم. برجام پزشکیان و اونایی که کنترلش میکنن دورشن حمایتش کردن منظورشون هم برجامی. الان هم راستی بحث روحانی داغه اینو بگم که قحطی های برق میدونید داستانش چیه؟ 8 سال دولت روحانی ما روند رشد نیروگاه فسیلیمون رو متوقف کردیم. چرا؟ چون خانم معصومه ابتکار در دولت آقای روحانی رفته بود معاهده پاریس رو امضا کرده بود. معاهده پاریس هم که امضا کرده بود بدون اجازه مجلس اجرا میکردن تو کشور. 8 سال برق تولید نکردن. حالا ما از پزشکیان توقع نداریم معجزه کنه، ولی خب رئیسی چیکار میکرد؟ برق نمیرفت. تو هم همون حرکت رو بزن. زمان راستی دولت روحانی میگفتن گندم غذا اصلیمون رو وارد کنیم. اینایی که داروی بچه سرطانی رو تحریم میکنن گندم رو تحریم نمیکردن. خدا رو شکر نتونستن عملیش کنن. برم من مشاهدات انگلیسی ها و آمریکایی ها رو از قحطی داخل ایران براتون بخونم از روی این کتاب که مردم ایران به آدمخواری یه چیزایی میگه اصلا گریه کن. واسط میخونم. یه مسئله هم قبلش بگم. اصلا میدونید چی شد ایران افتاد دست انگلیس؟ قبلش اون سالی که احتمال جنگ میرفت امیرکبیر یه مهندس فکر میکنم اتریشی رو استخدام کرد، گفتش آقا بیا واسه ما توپ جنگی بساز. مواد اولیه فلز و اینا کم میاد. امیرکبیر اون موقع هم باز به دلیل تحریم و اینا نمیشد وارد کرد. امیرکبیر میاد فراخوان میده، میگه مردم اگه میخواید کمک کنید ما مواد اولیه نداریم، دیگای اضافه غذاتون رو جمع کنید بیایید بدید ما توپ بسازیم باش. اینو که میگه انگلیسی ها نفوذی هاشون و روزنامه های انگلیسی، اون موقع روزنامه تازه راه افتاده بود، میان چون میندازن که آقا امیرکبیر میخواد ظرف غذاتون رو بگیره بره باهاش جنگ درست کنه. شما جنگ میخوای؟ آدمی که جنگ نخواد اسلحه به دردش نمیخوره. اسلحه میخوای چیکار؟ مگه شما جنگ میخوای؟ خلاصه طرح امیرکبیر شکست میخوره. چند وقت بعد انگلیس حمله میکنه، جنوب ایرانو میگیره.
میگه که یا افغانستان رو جدا میکنید یا از اینجا صاف میکنم تا تهران، خود تنید. ما هم ارتش توپخونه نداشت، دست رو دست تماشا. خب برم اینا رو براتون بخونم. خب این دوربین من بالا نیم ساعت نمیگیره، قطع میکنه، یه قطع و وصل میکنم بعد میخونم براتون. سرلشکر دانسرویل، فرمانده دانسرفورس. دانسرفورس نیروهای انگلیسی مهاجم به ایران در بهار 1918 بودند. دانسرویل در تشریح سفر خود به انزلی در ژانویه 1918 می نویسه تا به اینجا نشانه های قحطی فراوان بوده و ما به کرات شمار زیادی از افراد فقیر، ژنده‌پوش و گرسنه را که تاب و توان از دست دادن در کنار جاده دیده ایم. دوباره یه جای دیگه میگه که نشانه قحطی را در همان آغاز سفر در ژانویه با دیدن اجساد و افراد در حال مرگ در جاده شاهد بودیم. از روستاهای نیمه ویران با ساکنان گرسنه عبور کردیم، اما هرچه گذشت اوضاع از بد به بدتر تغییر یافت. روشن بود که این مصیبت تا فصل برداشت بعدی، یعنی تا حدود 6 ماه بعد، افزایش می‌یابد. دانسرویل قحطی هولناک در همدان را اینگونه ترسیم می‌کند. شواهد قحطی هولناک بود. هر کسی که قدمی در شهر می‌زد با آزاردهنده ترین مناظر روبرو می‌شد. اگر کسی از بی‌تفاوتی خارق‌العاده مشرق زمینی‌ها که می‌گویند خواست خداست برخوردار نباشد، نمی‌تواند این صحنه‌ها را تاب بیاورد. مردم می‌میرند و کسی نیست که کمکی کند و گاه جسد آدم‌ها آنقدر در کنار جاده‌ها بیان که کسی نگاهی به آنها بیاندازد می‌ماند تا آنکه از بیم لطمه به دیگران دیگر چاره‌ای جز دفن آنها نباشد. گوشم گرفته نمی‌شنوم دارم چی میگم. از بیم لطمه به دیگران دیگر چاره‌ای جز دفن آنها نباشد. در خیابان اصلی شهر از کنار جسد پسرک حدوداً 9 ساله‌ای عبور کردم. روشن بود در همان روز مرده بود. صورتش میان گلولای پنهان شده بود و مردم از دو سویش به شکلی عادی عبور می‌کردند. گویی او هم یکی از موانع عادی سر راه است. اونقدر جنازه دیده بودن براشون عادی شده بود. دانسرویل به ذکر صحنه این که هیچی در 18 می 1918 دانسرویل از قزوین به همدان سفر کرده و به توصیف زمین‌هایی می‌پردازد که با فرشی از گل‌های زیبای بهاری و لاشه‌های قربانیان قحطی پوشانده شده بودند. میگه که زیباترین گل‌ها آنهایی بودند که بر بام گذر سلطان بلا بودند، درست در نقطه‌ای که ما لاشه 7 قربانی نگونبخت قحطی را یافتیم. از این دست لاشه‌ها جای طول جاده قزوین همدان را پوشاندند. فرانسیس وایت، دبیر هیئت نمایندگی آمریکا که از بغداد اون موقع اومده بود به تهران، درباره قحطی مشاهداتش رو اینجوری میگه که در تمام طول جاده کودکان برهنه را که جز پوست و استخوان نیستن میتوان دید. اندازه دور پای آنها بیش از 3 اینچ نیست. صورتهایشان رنگ پریده، پای چشمانشان گود افتاده و پوستشان چون سالخوردگان 80 ساله چروکیده است. فرق همه جا را گرفته است و مردم از ناچاری علف و یونجه میخورند و یا دانه های گندم را از میان پشکل حیوانات بارکش در آورده و از آن نان درست میکنند. در همدان در موارد متعددی افراد به خوردن گوشت انسان روی آوردند. همچنین دیدن نزاع کودکان و سگ‌ها بر سر لاشه حیوانات و یا تصاحب زباله‌ای که در خیابان ریخته شده امری غیرعادی نیست. ادیسون ایسا ثرد فکر میکنم تلفظش باشه، کنسول آمریکا تو ایران، می نویسه که در ماه ژوئن گذشته که به ایران میرفتم شواهد فراوانی از قحطی جدی در زمستان 1917-1918 مشاهده کردم. در نخستین روز در مرز قصر شیرین کاروان کامیون‌های ما برای استراحت ظهر توقف کرد. روی یک کامیون نشستم تا ناهار را که اصل آن کنسرو لوبیا بود بخورم. در قوطی را باز کردم و یک لایه از روی لوبیاها را که قابل خوردن نبود با قاشق برداشتم و به گوشه‌ای از جاده شنی که لایه ضخیمی از خاک آن را پوشانده بود پرت کردم. من متوجه نبودم که روستاییان گرسنه در این حین دورادور جمع شده بودند. اما هنگامی که من آن یک قاشق لوبیا را به زمین پرت کردم چندین زن و مرد ناگهان هجوم آوردند. آنها آنقدر ضعیف بودند که به سختی میتوانستند بایستند. به تنهایی بایستند.
آنها خود را به سوی جاده پرت کردند و به شکلی وحشیانه بر سر و کله هم می‌کوفتند تا یک خورده از غذایی که من پرت کرده بودم به چنگ آورند. هر کدام مشتی از خاک و شنی را که ممکن بود دانه لوبیایی در آن باشد می‌قاپید و در دهانش می‌چپاند. بخشی از همین جماعت دور کاروان جمع شده بودند و برای غذا گدایی می‌کردند و دیوانه‌وار مراقب هر خورده غذایی بودند که به خاک می‌افتاد. بر سر هر قوطی خالی غذایی که دور انداخته میشد زد و خورد وحشیانه‌ای در می‌گرفت و برنده انگشتان و زبانش را سراسیمه در قوطی می‌چپاند تا اگر چیزی در آن مانده بخورد. چنان سراسیمه بودند که اغلب انگشتان و دهانشان با لبه‌های تیز محل باز شدن قوطی مجروح می‌شد، ولی آنها اهمیت نمی‌دادند. میگه قوطی‌های کنسرو خالی رو که می‌خوردیم پرت می‌کردیم، اونقدر گشنه بودن، اونقدر هول بودن، سری میریختن سرش، قوطی رو برمی‌داشتن، صورت رو میکردن تو، شروع میکردن لیست زدن. میگه اونقدر هول بودن زبون و دست و دهنشون اینا رو میبرید ولی اصلا توجهی نمیکردن، اصلا متوجه نبودن، اونقدر گشنه بودن. او همچنین اضافه میکند من شخصا در کنار جاده ها در ایران جسد ایرانیان مرده و یا در حال مرگ در اثر گرسنگی را دیدم. من همچنین مردم گرسنه‌ای دیدم که مردار حیوانات را می‌خورند و حریصانه برگ‌های تنک، نمیدونم تنک یعنی چی، برگ‌های تنک علف‌هایی را که هنوز آفتاب سوزان تابستان پژمردهشان نکرده بود می‌بلعیدند. صحنه رقتبار دیگر مردم محتضری بودند که در طول جاده به خاک افتاده بودند. زیر آفتاب سوزان مگس‌ها چشم‌های شیشه مانند و به طور غیر طبیعی بزرگ آنها را می‌خوردند و از آنجا که توانی برای حرکت یا بلعیدن نداشتند برگ درختان و علف‌ها از دهانشان بیرون زده بود. داناهو، خبرنگار مشهور جنگی که به ارتش انگلستان پیوسته بود، در ژانویه 1918 به عنوان افسر اطلاعات مأمور به خدمت در نیروی هیسیس، همون دانسر فورس میشه. حالا نمیدونم چرا تو ایران به دانسر فورس میگفتن هیسیس، فکر میکنم سوسکی اومده بودن میخواستن کسی نفهمه واسه همین معروف شده بود به نیروی هیسیس. او در 5 آوریل 1918 وارد ایران شد و این نخستین مشاهداتش را چنین شرح میدهد: در آن سوی جبهه درباره وخامت اوضاع اقتصاد ایران و کمبود مواد غذایی بسیار شنیده بودم، اما اکنون پس از روبرو شدن با این واقعیت هولناک برای نخستین بار معنی کامل آن را دریافتم. یه چیزایی شنیده بودم ولی الان که میبینم خیلی ترسناک. او به توصیف صحنه‌ها میپردازد. میگه که اجساد چروکیده زنان و مردان پشت شده در مقابر عمومی افتادن. پشت شده یعنی جسدها رو ریخته بودن رو هم، تپه جسد درست شده بود، کوه جسد در مقابر عادی، پیاده رو، خیابون و مقابر عمومی، پیاده رو، خیابون و اینا. در میان انگشتان خشکیده آنان همچنان مشتی علف که از کنار جاده کنده‌اند و یا ریشه هایی که از مزارع درآوردند به چشم می‌خورد. با این علف‌ها می‌خواستند رنج ناشی از قحطی و مرگ را تاب بیاورند. در جای دیگر پا برهنه‌ای با چشمان گود افتاده که دیگر شباهت چندانی به انسان نداشت، 4 دست و پا روی جاده جلوی خودرویی که نزدیک می‌شد می‌خزید و در حالی که نای حرف زدن نداشت با اشاراتی برای لقمه نانی التماس می‌کرد. در قصر شیرین که توقف کوتاهی داشتیم به سرعت از سوی جماعت گرسنه که غذا طلب می‌کردن محاصره شدیم. زن فقیری با کودکی که در آغوش داشت به ما التماس می‌کرد که کودکش را نجات دهیم. داناهو ورود نیروهای انگلیس به روستایی در مسیر عبورشان را اینگونه توصیف می‌کند: ساکنان مانند بچه غول‌هایی بودند که ماها قحطی آنها را به مشتی گرگ زشت و عبوس و گرسنه تبدیل کرده و در چشمهایشان میشد برق نگاه حیوان وحشی به دام افتاده را دید. ببین حروم داغمه چجوری صحبت میکنه. وقتی کاروان ما نزدیک شد همه آنها از زن و مرد و کودک گریختند. چرا باید فرار کنن؟ از انگلیسی‌ها چی دیده بودن که فرار کردن؟ میکشتنشون دیگه، چه بلایی سرشون میآوردن خدا میدونه. همه جا متروک و ویران شده بود. در ادامه راه نیز دهقانان ژنده و ژولیده‌ای که همه آثار انسانی در اثر ظلم و گرسنگی از وجودشان رخت بربسته بود دیدیم که با برآمدن روشنایی روز از زاغه‌هایشان بیرون می‌خزیدند تا نخست برای جانشان و سپس برای تکه نانی گدایی کنند. و اینجا خودش میگه میومدن بیرون واسه جونشون گدایی میکردن، یعنی میکشتن دیگه. گدایی میگفت تو رو خدا نکش منو
مثلا. ما درخواست نخستشان را اجابت می‌کردیم، اما همیشه نمی‌توانستیم درخواست دومشان را برآورده سازیم. در هارون آباد ساکنان همانند دیگر هم طبقه های خود در ایران گرسنه بودند و دور و بر آشپزخانه های اردوگاه ها جمع می‌شدند و هر تکه غذایی که برایشان پرت می‌شد حریصانه می‌قاپیدند. در فاصله میان ماهتش و کرمانشاه چنین مشاهده شد: در کنارهای رودخانه‌ای که کنار جاده بود هنگ گرسنگان استراحت می‌کردند. اعضای آن که مردان و پسران بودند تقریبا نیمه برهنه بودند. اندک لباسی که بر تن داشتند کهنه پارچه‌های آویخته بر بدن‌های رنجورشان بود و به نظر می‌رسید در اثر گرسنگی اوضاع جسمی بدی داشتند. روشن بود که کار برخی از آنها تمام است. آنها قادر نبودند کار بیشتری انجام دهند. و دراز کشیده و منتظر فرشته مرگ بودند که بیاید و به رنج آنها پایان دهد. بقیه آنها هنوز ناامیدانه به ریسمان نازک زندگی آویخته بودند. آنها روی زمین کس کرده و از ناچاری مشتی ریشه گیاهان یا علف‌های درشت را گاز می‌زدند تا شاید بر رنج دهشتناک گرسنگی تمام ناشدنی فائق آیند. دانهو به توصیف نمونه‌هایی از آدمخواری می‌پردازد. میگه که مردم گرسنه‌ای که رنج بی‌غذایی آنها را به جنون دچار کرده بود به خوردن گوشت یکدیگر روی آورده بودند. آدمخواری جرمی است که تاکنون در ایران ناشناخته بوده و از این رو مجازاتی برای آن در قوانین این کشور وجود ندارد. مجرمین اکثرا زنان هستند و قربانیان کودکانی که از جلوی خانه‌هایشان ربوده می‌شوند و یا در شلوغی بازار قاپیده می‌شوند. یا اکثر مجرما زنان، قربانی ها هم بچه هایی هن که از جلوی خونهشون دزدیده میشن یا توی شلوغی بازار. مادران از اینکه برای گدایی تکنانی نوزادشان را تنها بگذارند می‌هراسند، زیرا ممکن است در غیبت آنان کودکانشان ربوده و خورده شوند. هرگز نتوانستم در کوچه ها و بازار و معابر باریک و ناهموار این سرزمین گام بردارم بیان که وحشتی بیمارگونه نسبت به دیدن این همه بدبختی احساس کنم. کودکانی که پوست و استخوان بودند دور آدم جمع می شدند و برای لقمه نانی و یا پولی که بتوانند با آن نان بخرند التماس می کردند و هنگامی که چند پول سیاه به آنها می دادی نمی توانستی این فکر رنجش‌آور را از ذهن بیرون کنی که شاید سرنوشت آنها هم دیر یا زود سر در آوردن از درون دیگ غذاست. دانهو در ادامه از بازداشت تعدادی از مجرمین به دست نیروهای نظمیه می نویسد: آنها 10 زن را بازداشت کردند که اعتراف کردند تعدادی کودک را ربوده و خوردند و با این بهانه که گرسنگی آنها را به چنین جرایم هولناکی وادار کرده از خود دفاع کردند. دانهو در موارد دیگری چنین می‌نویسد: روز بعد در 8 می مورد هولناکتر دیگری از آدمخواری کشف شد. 2 زن، مادر و دختر، با دستان خون‌آلود دستگیر می‌شوند. آنها دختر 8 ساله‌ای را کشته و مشغول پختن جنازه او بودند که نظمیه مانع از مقدمات این ضیافت می‌شود. روز بعد آن 2 زن اعدام میشن. خب تو این وضعیت آمریکایی‌ها، ببین تو وضعیتی که مردم عادی هم نمیذاشتن کمک کنن، یعنی تاجره میگه من شکر آوردم بندر عباس می‌خواستم بیارم پخش کنم بین مردم، رسیدم بندر عباس دیدم تمام حیوانای بارکش اون موقع حکم وسیله نقلیه بوده دیگه، دیدم تمام حیوانای بارکشو توقیف کردن انگلیسی‌ها. گفتم آقا جون مادرت بده من اینا رو ببرم میارم پولشو بهت میدم. هر کاری کردم قبول نکردن، خودم زدم بیرون شهر تا 20-25 مایل اومدم بیرون. بالاخره یه نفر رو پیدا کردم که 300 تا 350 تا شتر داشت. با یارو صحبت کردم و اینا راضی نمیشد، میترسید انگلیسی‌ها شتراشو توقیف کنن. بالاخره راضیش کردم، بهش پول دادم، پول پیش پولو دادم، راضی شد بیاد. اومد و انگلیسی‌ها شتراشو همه 350 تا رو توقیف کردن. شکر موند اونجا و به دست مردم نرسید. توی این وضعیت آمریکایی‌ها به کیا کمک میکردن؟ به یهودی‌ها. توی کتاب، حالا من ننوشتم، کتابشو بخونید، میگه یهودیه اومد، بزرگ یهودیه اومد گفتش آقا ما گشنمونه، به اسرائیلی‌ها داخل ایران نمیخواید کمک کنید، گشنمونه. میگه اینو که گفت آمریکایی سریع از آمریکا گفتش پول بفرستید، پول فرستادن، غذا خریدن. میگه کارگروه 10-15 نفره تشکیل دادیم، یهودی‌ها رو جمع کردیم،
یهودی کله گنده رو جمع کردیم، کارگروه 10-15 نفره تشکیل دادیم، خودم هم شدم رئیسشون. شروع کردیم پخش کردن غذا بین یهودی‌ها. هرچی هم اضافه اومد فرستادیم واسه یهودیای شهرهای دیگه. یعنی غذایی که واسه همه مردم ایران بود و باید جیره بندی میشد همه میخوردن و جمع کردن دادن یهودی‌ها خوردن. یه مسئله قبل اینکه تموم کنم اینم بگم. گفتم که بحرین زمان پهلوی جدا شد از ایران. ببین خب به بعضی که شاه و دوست دارم میگه بحرین رو چرا دادن رفتن، میگم بحرین زمان قاجار دست انگلیس بود. آره آقا درسته، زمان قاجار بحرین و انگلیس تصرف کرده بود، ولی حتی شاههای قاجار هم بحرین رو جزئی از خاک ایران میدونستن، فقط عرضه نداشتن پسش بگیرن. ما هم توقع میدونید چی میگم، یعنی همین الان هم توی دنیا یه جایی هست که سرش دعوا، این یک جا میگه این برای منه، یک کشور دیگه میگه نه واسه منه. پهلوی اولین حکومتی بود که استقلال بحرین رو به رسمیت شناخت. بعد دوباره بهونه میارن میگن نه در ازای 3 تا جزیره گرفت. اول اون 3 تا جزیره که واسه خود ایران بوده زحمت کشید، دوم اون انگلیس میخواست اون جزیره ها بره بیرون، روغن ریخته رو نظر امامزاده کرد. اصلا من میگم به هر دلیلی 3 تا جزیره هم به هر چی شد آقا بحرین رو دادن رفت دیگه، نتونست هر چی بود مهم نیست. من میگم من مشکلی که دارم اینه که چرا خوشحال بود، چرا از این قضیه خوشحال بود، ادای آدمای ناراحت هم حتی در نیاورد. چرا اولین نفری که تبریک گفت به بحرین، به شاه بحرین، چرا خودش بود؟ به شیخ بحرین اولین پیام تبریک رو خود پهلوی فرستاد. میذاشتی چند تا کشور اول پیام تبریک بفرستن بعد تو بگی، یا اصلا پیام تبریک نمیگفتی، یا حالا اصلا پیام تبریک گفتی اولین نفرم پیام تبریک گفتی، چرا اینجوری پیام تبریک میگی؟ برید بخونید پیام تبریکشو. خوشحال میگه دمت گرم خوب کردی بردی خوشبخت بشی، برید بخونید، اصلا حالت به هم میخوره میخونیش. بعد طولت چرا اون زمان بردی با اون شیخ دزد بحرینی عکس گرفته؟ من میگم اقلا نداره آدمای ناراحت رو در میآورد. حالا بعد تازه فقط مگه بحرین رو دادن؟ شما یه سری نقاط مرزی شمال غرب و شرق کشور رو همین محمد رضا پهلوی داد رفت دیگه. اسمشو حضور ذهن ندارم، عکسشو میذارم ببینید کجاها زمان پهلوی جدا شد. خودش که هیچی، پدرش باباش رضا شاه مقتدرانه استراتژیک ترین نقاط رو داد رفت. عکسشو ببینید کجا رو داده رفته، دوران پهلوی کجا رو دادن رفتن. یه مسئله دیگه هم که میخواستم بگم یه آدم رفت اون اول بگم. ببین پزشکیان اومد گفتش یا آقا من همه کابینمو با رهبر هماهنگ کردم، همه‌شون هماهنگ شدن، همه از دم. خب داره دروغ میگه. اینه چی؟ به چه دلیل میگم داره دروغ میگه؟ اولا که رهبر مملکت اومد گفت آقا این 14 تا شرط، یه سری شرط گذاشت، گفت میخواید به نظر من این شروطو رعایت کن، میخوای مسئول انتخاب کنی. یکی از شروط چی بود؟ این که کسی که انتخاب میکنی تا بن دندان به جمهوری اسلامی اعتقاد داشته باشه. خب من کاری ندارم پزشکیان کار خوبی میکنه یا بدی میکنه، دوست داشت آقا رعایت نکنه، دوست داره آقا براندازو بیاره مثلا بهش مسئولیت بده، من کاری با این ندارم. میگم دروغ نگو، نظر رهبر نیستش. گفته رهبر گفته تا بن دندان اعتقاد به جمهوری اسلامی داشته باشه. بعد تو اومدی کسایی رو بردی که از زن زندگی آزادی حمایت کردن تا 88. حمایت که هیچی، کاش فقط حمایت میکردن. 88 حکم گرفتن، بازداشت شدن، زندان رفتن، سابقه دارن. یعنی واقعا آدم تعجب. بعد رهبر یه جا دیگه گفته اصلا آقا شما تو 88 هر کسایی که تو 88 نقش داشتن هیچ جوره بهشون مسئولیت ندید، تو کلی از اینا رو بهشون مسئولیت دادی. بعد بهش میگن چرا این کارو کردی؟ حالا یه جایی کی اشتباهی کرد. عزیز من تو میگی اشتباه، اون افتخار میکنه، اونا اصلا اونا به نظر خودشون اشتباه نکردن، الان هم مواضعشون همونه، هیچ وقت هم قبول نکردن اشتباه کردیم. کجا اینا گفتن اشتباه کردیم مواضعشون رو عوض کردن؟ بعد یه نفر رو آقا تو آوردی اینجوری بود، 2 نفر رو اشتباه کرده آوردی، 3 نفر و 4 نفر و 5 نفر. آقا چه خبر؟ هر کی داری میاری سابقه داره، انگار
سابقه دار بودن شرط مسئولیت گرفتن تو این دولت شده. بعد تازه رهبر خود پزشکیان کنارش بود، گفتش اومد پزشکیان یه سری افراد رو به من معرفی کرد، من یه در رو تایید کردم یه در رو تاکید کردم، تعداد بسیار زیادی هم اصلا من نمیشناختم. داره میگه تعداد بسیار زیادی هم نمیشناختم، جلوی رود داره میگه. بعد تو میگه همه رو هماهنگ کردم. میدونی چه؟ بعد یه مسئله دیگه، ببین پزشکیان جان عزیزم، تو توقع داری که بیای مثلا یه وزیر رو بگی من میخوام اینو بیارم، رهبر بگه نه یار، بعد 3 سال بعد 4 سال بعد گند زدید به مملکت بیایید بگید که تقصیر شماست. اگه میذاشید اون وزیری که من میخواستم و میآوردم درست میکردم. الانم میگن همش کار رهبره که خرابکاری چیزی شد بندازن گردن رهبر دیگه. و برید ببینید کیا رو بهش مسئولیت دادن. احساس میکنم یه چیزی یادم رفت که گفتم چی دیگه. خدا به همراهتون.